برادر دیگری سوال داده است که آیا در خواب احتلامی شود روزه اش میشکند؟ این برادر عزیزمون سوال داده است که اگر انسان در حالت خواب بودنش احتلامی شود، ما و شما مردم ما میگن که شیطانش بزنه، یعنی وقتی خواب است خواب میبینه و آبش میبرایه، آبی منش میبرایه. انسانی که در خواب احتلامی شود البته روزه وی نمیشکند، چون که خواب این غیر حالت است. فقها یعنی اکثری یعنی کتاب های فقه مختصر و شرحی وقایه و هدایه و دیگرها آورده هستند که البته انسانی که اگر خواب باشه و احتلامی شود، مثلا بعد از سحر خوراکش خواب میروه، شیطانش میزنه، آبش میبرویه. یا اینکه در روایت ها هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی بعد از سحر خوراک بود یا پیش از سحر خوراک بود، همراه همسرهاش هم خوابگی کردن، در خواب موندن. یعنی وقتی سحر شد روز تو خستن که در حالت جنابت جنوب بودن، بعد از اون حضرت طهارت کردن، یعنی بامداد خوندن. چنین روایت ها هم هست. یعنی که انسانی که در خواب یعنی شیطانش زد و در خواب موند، وقتی سحر خست نیت میکنه براش درسته، یعنی رفته غسل میکنه، اما دهان و بنیشه، دهانش غرغره نمیکنه، بنیشه آب چقدر سخته یعنی بینیش نمیداره و احتیاط یعنی دهان و بنیشه میشوه، البته روزش نمیشکنه انسان اگر شیطانش بزنه احتلام میشه.